احتمال زیاد این روزا راجع به هوش مصنوعی دیپسیک یه سری چیزا شنیدید که اومده یه سری انقلابایی رو به وجود آورده و خیلی بهتر از هوش مصنوعی‌های دیگه است. اما در حقیقت چطور؟ این یه شو تبلیغاتیه یا واقعا همینطور؟ تو این مورد که شکی نیست که هرچی جلوتر میریم هوش مصنوعی‌های قوی‌تری میان. اما به نظر من اصل مطلب اینه چطوری از اینا استفاده کنیم. تو این ویدیو یه مقاله ساده رو به دو تا از هوش مصنوعی‌های خیلی معروفی مثل چت جی پی تی و کوپایلوت و به دیپسیک هم دقیقا میخوام همون مقاله ها رو بدم و ببینیم جفتشون با چه کیفیتی مقاله ها رو درست میکنن. خیلی نمیخوام راجع به مقاله توضیح بدم و میخوام خود هوش مصنوعی تحلیل بکنه، بررسی بکنه و جزئیات بیشتری بهم بده. من به هر سه تا هوش مصنوعی یه جمله ثابت دادم و اونم مقاله راجع به شرکت مایکروسافت بود. چیزی که از نتیجه معلومه کوپایلوت یه خورده ضعیف‌تر بود و چت جی پی تی و دیپسیک میتونیم بگیم تو یک رده بودن. اما خب پس چرا اینقدر سر و صدا کرد؟ به نظر من بزرگ کردن هوش مصنوعی دیپسیک به خاطر تحریمایی بوده که آمریکا علیه چین درست کرده و چین همچنان تونسته هوش مصنوعی قدرتمند تو سطح دنیا تولید بکنه. اما به نظر من فرقی نمیکنه ابزار شما کوپایلوت باشه، چت جی پی تی باشه یا دیپسیک باشه. اگر شما ذهن خلاقی داشته باشی، ایده خوبی داشته باشی، به راحتی میتونی از این ابزارها استفاده بکنی و کارتو به خوبی راه بندازی. حتی با نسخه های رایگانش.